گناه کبیره است، یکی از بدترین گناه کبیره است. خداوند گفت ولا تقربوا الزنا، به زنا نزدیک نشوید. همینطور عادی نگو که زنا حرامه، الله گفت به زنا نزدیک نشوید. یعنی که نه فقط زنا بلکه از دوایی زنا پرهیز کنید. یعنی مقصد که زنا وقتی که یک کس به یک کس میرسد، مرد به زن میرسد، مقصد دستی زنه که به شهوت نقبید، با چشم شهوت در زنها نظر ناندازید، سخنهای شهوت آمیز به زبان نگید، با گوشاتون هم سخنهای شهوت آمیز گوش نکنید، فیلمهای فحش و فاحشی تماشا نکنید. ولا تقربوا الزنا معناش اینمی میشود. در صحیح مسلم اومده است حضرت صلی الله علیه و سلم میگه کتب علی ابن آدم نصیبه من الزنا مدرک ذلک لا محاله. فرزند آدم میگه حصهش از زنا نوشتگی است. هر چیزی که نوشتگی البته به سرش میآید، علاج نداره. فالعینان زنا هما نظر، اینمی دو چشم زناشو میگه اینمی نظری حرام است. و شهوت که نگاه کردی این زنای چشم شید. والاذنان زنا هم الاستماع، گوش از زناش میگه اینمی شنیدنی، اینمی سخنهای فحش فاحشی و اینمی مقصد که گپای دخترها و دیگر است. و لسان و زناه الکلام، زبان میگه زناش اینمی سخن گفتن است. گپ میته و پگاه او زبان میبرن، در حلق و سیخه که آهنی را میدوزن. والیدان و رجلان زنا هم الخطا، مقصد که پاها را زناشون هم حرکت کرده و به اون جای فسق فساد رفتن است. والید و زنا البطش، زنای دست هم قپیدن است، لمس کردن است. دستی از زنی بیگانه را میقپی میتکی پگر رو تصیح میکنه. همه همیو همچون دوایی زنا هم خداوند همه همیو معن کدگی است. والقلب یهوی و یتمنی، ای دل آرزو میکنه ای طریق کنم او طریق کنم. و میگه و یصدق ذلک الفرج و یکذب، هر بعد فرج اینا تصدیق میکنه همه هوا و هوس دیله یا تکذیبش میکنه. ولی بسیار احتیاط کردن در کار. شخصی که زنا کرد احتیاط کنه، بفهمه که خبر پیامبر صادق است. این گپ یگان مخلوق نیست که بگوی مقصد روشا بد کنم ای خودش گفته است. پیغمبری که و ما ینطق عن الهوا، هیچ گپ از پیش خودش نگفته است. حضرت میگه عف نساء الناس تعف نساء، عفت زنهای مردم را بداره تا عفت زنهای شما را بداره. همه آدمای زناکار همه بلا به سرشون میآید. شخص زنا میکنه یا آخر الامر به زنش زنا میکنه، یا به خواهرش زنا میکنه، یا به دخترش زنا میکنه، یا به نویرش زنا میکنه. علاج نداره که نبینه. و نکوب داری مردم تو نکوبان درد. امیره همه ابلهان نمیفهمن. بسیار جدیه همین مسئله. اما کسی که همین کار میکنه همیشه در سرش میگیره. یک زمانوی پیش و در پرواد نبود. آدمای با دولت سقاها را زکات میکردن. آب فرض کردیم در خر آب میکشه، در شتر آب میکشه. قطیش گپ زمان میکنن. مثال یک ماه میگه آبی ما را تأمین میکنی، اینمی قهر روز میاری، اینمی قمش، بعد پولتا میتونی نمیخواد. اگه او دیگه هم زکاتی دویمی نداره او سقا. هر سه دیگه آب که آب در میآید آبی ارزان گفته نمیگرده و خونه هم میاره تأمین میکردن. یک زرگر هم تری یک سقا دویم خونش آب میورده است. زیاده ای 10 سال خدمت خونه هم میره کردن. یک روز ای کار میاد که زنش بسیار غمگین و مایوس، سرش خم شدگی و میدروی زنک چیکار کردی؟ میگه روز شب چیکار کردی تو؟ هیچی نکردم. رو تو بد نکرد. روز شب گفت هیچی نکردم. یک چند قسمی دروغم گفت اگر نمیکردی تری نمیشی. همین مردک 10 سال در خونه ما خدمت کرده است،
هیچ وقت خیانتی همی را ما ندیدیم. یگان بارم تا سرش برداشته زنکو را نگه نکرده. همی سرکش خم می اومد آش خونی میکرد و میرفت. همین روز اومد میگه همین دست مقاقیده است همین با شهوت هم تا سویدیسته آخر با سرش غیر کردم دشنام حقورتش کردم دست مکشیدم بعد گریخت رفت. همین مردکی این طریق خیانتکار نبودی. همین قصور رو ندیدم. چکو کردی تو؟ بعد بشینم مردک میگه یزدی صاحب جمال اومد دستاش شلوک به دست گفت چله میگیرم. ید چله را گرید در انگوشتش کرد که کشود و تنگ انتری باید گرفت میگه و خودم درم چیزی که نمک انداختم دستاش دیدم حواسم کرد میگه و میگم تا دستا را موریدن گرفتم منزه پروردگاره که این خیلی دستکوی خشرو را خلق کرده است گفته همیده موریدم دیدی گفت ناشگرید شود هر چند قطعی اکتفا کردی اگر میرسیدی زن هم میرسیدم خویده همی های نزن در یک کسا تو نزنن در زینوکارو همیشه دیو چو همی باشد توبه کنن و خدا رجوع کنن فرد روز خیانت به حاشو بده و او زنی که زینا میکنه او زن بخوی نخوی پدر دارن خیش و پیوند دارن بعضی شوهر دارن بعضی فرزند دارن همه اون با گریبانش میگیرن فرد روز خیانت که خیانت کرده است این بدبخت آبروی او را ریزونده است در ناموسش تجاوز کرده گیر بسیار حکمشو سخته اکم راهی نجات همیه صدقاً توبه کردن صدقاً توبه کردن یعنی توبه یک نه که هر وقت همون کار یادش بزند او پاش بی تنش بخیزه نه ای که با خطی رفیقاش چک کنه یا شیده ای تاری کرده بده یا دو دسته فلان کرده بده هر وقت آدم همون گناهی کردگی شو با ذوق با شوق نقل میکنه گویا امرو اثری نو کرده همون گناه در ملوش میاد. یک مرد میگه نزد حضرت صلی الله علیه و سلم اومد بسیار یک مرد صاحب جمال یک جوان گفت یا رسول الله اذن لی بالزنا ای حبیب خدا گفت اجازتم بده من هم زنا کنم نمیتونم خدمت خفیده شهوتم بسیاری بده بعد هر کس ای هر سهمی یتش یا منگلیش داده یتش حقارتش کرده صحابه با غیرت و ناموس بودن حضرت گفت نزدیکش بیاورید بعد او بردارش پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم داشتیش حضرت صلی الله علیه و سلم گفت که یا شاب اتحبه لامک ای جوان گفت میخواهی که کسی با مادرت زنا کنه گفت لا یا رسول الله جعلنی الله فداک نگو ای پیغمبر خدا مرا فدایت کنه حضرت دوست می‌داشتن واقعا دوست می‌داشتن خداوند فدایت کنم کی میخواد که با مادرش زنا کنه گفت ولا الناس یحبونه لامهاتهم انا این مردم هم مثل تو نمیخواهند که کسی با مادرش زنا کنه افتحبه لبنتک میخوای که کسی با دختری زنا کنه گفت نه یا رسول الله خداوند فدایت کنم گفت این مردم هم نمیخواهند که با دختراش زنا کنه میخوای که کسی با خواهرت زنا کنه میخوای کسی با عمت زنا کنه میخوای کسی با خالت زنا کنه هر باره میگو که لا یا رسول الله جعلنی الله فداک حضرت گفت این مردم هم نمیخواهم که با خواهراشو زنا کنن با عموهاشو زنا کنن با خالوهاشو زنا کنن زنا میکنه او خیش تبار داره و پیوند داره بعد میگه حضرت صلی الله علیه و سلم همه دستی مبارک شدن مولای سری همون جوان موند گفت اللهم اغفر ذنبه و حسن فرجه و طهر قلبه خدایا رو گناه این بنده تا ببخش پروردگارا دلش پاکیزه و توزه کن همین فساد و فسق خداوند و فرج نگه بدار که دست به زنا و حرام نزنه و شرافت دعای حضرت صلی الله علیه و سلم میگه همون جوان از زهاد صحابه ها گشته بود همین خیلی زاهد بود همین خب پاک دامن بود آخی سبحان الله در این عصر و زمان دیگه این زنا و گپ دادن یا افتخار نیست افتخار ایه که
جوان دختر گاب بتاو سرک شخم بکنه و بگه ای خدا بترس با خدا قسم افتخار نگیری دیگه جای خطاگیش نمونده است و متاسفانه زمان همی خیل شده است یا وقت بچه ها دختر را گب میدودن ولی دختر بچه را گب میتن اما خشا به حال جوان مرده که خچه پاکیزه و تازه نگه میداره فردا روز قیامت همنشین یوسف علیه السلام بخیزن خداوند حفظت کنه دوام یه سوالش نه همین سوالش